موتورسواری یکی از رشته‌های جذاب، پرتحرک و مورد علاقه قشر جوان کشوره. من شنیدم که شما خیلی ساله دارید موتورسواری میکنید، درسته؟ بله، من از بچگی با پدرم میومدم. وقتی خیلی کوچیک بودم ترک پدرم میشستم و الانم دیگه یه چند سالی هست که به طور جدی دیگه خودم دارم سوار. فضای بسیار زیبا. امروز اومدی موتورسواری؟ شرایط خیلی خوبه، هوای خیلی خوبیه، میایم موتورسواری میکنیم، کلی تخلیه انرژی و ورزش دیگه. هیچ چیزی مثل این ورزش موتورسواری هیجان نداره. اگه کسی دنبال هیجان باشه میتونه اینجا خودشو تخلیه کنه. بالاخره توی هفته آدم یه سری خستگی‌ها و اینا داره که جمعه که ما میایم اینجا وقتی ورزش میکنیم برمیگردیم واقعا انرژیمون تخلیه میشه. حدود 12 سال هستش کار میکنم. خب بین این همه رشته‌های ورزشی چرا موتورسواری؟ چون همسر من یکی از پیشکسوت‌های این رشته است و قهرمانه، از اون یاد گرفتم. تعداد کم افرادی هم که هستن خوشبختانه با خانواده حضور دارن اینجا. خوبیش اینه چون واقعا ما اینجا یه خانواده هستیم در اصل. بسیاری از بانوان علاقه‌مند به موتورسواری با حضور در پیست‌های مجاز ضمن ورزش و سپری کردن اوقات فراغت خودشون از جذابیت‌های این رشته هم لذت میبرند. من تو همین کوهسار می اومدم کوهنوردی میکردم، بعد میدیدم که اینجا موتور کراس سوار میشن آقایون خانوما. بعد چون کلا از بچگی به موتور علاقه داشتم یه فرصتی شد که بتونم موتور سواری کنم. من خیلی از رشته‌های ورزش رو امتحان کردم، دیدم از همه‌شون هیجان انگیزتره، خیلی انرژیمو تخلیه میکنه. اولین باری که سوار موتور شدی تنهایی چه اتفاقی براتون افتاد؟ اولین بار من چون نمیتونستم خوب کنترل کنم خودم، یه مقدار گاز اضافه دادم، تک چرخ شد. خیلی هم ترسیده بودم ولی خب مرور زمان پدرم با هم کار کرد و الان خیلی خوب میتونیم سوار شیم. فکر نکنن خطرناکه. لباسای ایمنی باعث میشه که از اون آسیبات جلوگیری کنه و حتما تجربه کنن. حتی اگه شده یک بار هم سوار بشن حتما تجربه کنن. به هر حال هر نوع ورزش و فعالیت جسمی نقش مؤثری در سلامت مردم داره و چه بهتر حالا که امکان موتورسواری برای بانوان ورزشکار وجود داره، اونهایی که علاقه‌مند به این رشته ورزشی هستند با رفتن به پیست‌های اختصاصی موتورسواری هم ورزش کنند و هم به رشته مورد علاقه خودشون بپردازند. خانمی هستید که سال‌ها دارین ورزش می‌کنید. خیلی از خانم‌ها هم که الان تو سال 92 در شما رو می‌بینن شاید تعجب می‌کنن، خانم‌ها ورزش موتورسواری هیچ وقتی واسه هیچ ورزشی نمیذارن. توصیه شما چیه؟ من توصیه میکنم تو این سال جدید که هممون داریم برای سال جدید برنامه‌ریزی میکنیم یه تایم کوتاهی هم حداقل برای ورزشمون بذاریم. سال 92 رو به تمام عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی براشون باشه و در سال جدید امیدوارم اتفاقات خوبی برای ورزش موتورسواری بانوان بیفته. چقدر زمان بذارن اون وقت برای ورزش کردن؟ بستگی داره چه ورزشی باشه. اگر پیاده روی باشه خب هر روز. بعضی ورزش‌ها که کمتر خستگی دارن هر روز باشه بهتر. پس توصیه میکنید که انشالله خانم‌ها در سال 92 همیشه ورزش کنن، حالا حتی ورزش‌های ساده همگانی مثل پیاده روی. بله. سال خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.